خانم یوسفی، می‌بینیم که در کنگره بین‌المللی کارآفرینی و نقش‌آفرینی زنان ایران حضور پیدا کردین. از مرکزتون و خدماتی که انجام میدین برامون بفرمایید. کانونموی مرکز تخصصی اکستنشن و خدمات زیبایی مو هست که از تیمی تشکیل شده که تمام لاینایی که انجام میدن در رابطه با مو همه به طور حرفه‌ای آموزش دیدن و خدمت رسانی میکنن به مشتریان. چند سال هستش که مشغول به این فعالیت هستین؟ الان 12 ساله که توی این لاین فعالیت دارم. بعد فقط بحث آرایشی هست یا بحث درمانی هم شامل میشه؟ کلا لاین درمان که مختص به پزشکه، ما تو لاین زیبایی متخصص داریم و کارمون رو انجام میدیم. در خصوص شهر اهواز گفتین، آیا به این فکر نیفتادین که به شهر تهران منتقل بشین یا شعباتی رو در این شهر داشته باشین؟ تهران خب الان که پیشنهاد داشتم ولی تو برنامه‌های آیندهم شاید باشه. ما قبل از صحبتامون یه گپی با هم میزدیم، گفتین که یه جورای شهر اهواز بهتره برام. میتونین برام بگین چرا؟ خب خانمای اهوازی به نظر من به زیبایی خودشون بیشتر اهمیت میدن و کلا زیبایی رو دوست دارن. یکی از کارهای ویژه که انجام میدین اکستنشنه که میخواستم بدونم در خصوص موارد تقلبی و غیر بهداشتیش که تو بازار هست راه تشخیصش رو برای مخاطبان بفرمایید. خب ببینید الان تو بازار شما اگه نگاه کنید اینقدر مخصوصا تو این چند سال اینقدر فعالیت در رابطه با اکستنشن زیاد شده و با قیمتایی که واقعا اصلا باور نکردنیه. به نظر من مشتری باید فوق العاده باهوش باشه که گول این تبلیغات رو نخوره و کیفیت رو فدای قیمت نکنه، به خاطر اینکه هر چقدر که الان کمتر هزینه میکنه و مراجعه میکنه به مرکزایی که اصلا تجربه کافی رو ندارن، بعداً بعد فکر کنم 3 یا 4 برابر این هزینه رو هزینه درمان خودشون بکنن، چون کلا لاین اکستنشن لاینیه که اگر تخصصی کار نشه و اون فردی که انجام میده تجربه این کار نداشته باشه آسیب جدی بهمون میزنه. مراکزی شبیه شما مطمئنا در سطح کشور هستش، اما ویژگی و شاخصهای شما چیه که شما رو میتونه متمایز کنه از دیگر مراکز؟ خب آره زیاد هست. این لطف مشتریای ماست که به ما اطمینان دارن و به سالن ما مراجعه میکنن. به نظر من تجربه‌ای که تو این چند سال ما پیدا کردیم باعث شده که خب مشتری‌ها بیشتر به ما لطف داشته باشن. که برای محصولاتتون بیشتر از برندهای خارجی استفاده میکنین یا ایرانی؟ خب متغیره، باید ببینیم تو کلا لاین مو، حالا چه رنگش چه کراتین، حالا موی ایرانی فوق العاده خب موی خیلی خوبیه، ولی بقیه موارد لاینای ایتالیایی خب 100% بهترن. خانم یوسفی، آیا هر کدوم از مراجعه کننده هاتون یا هر کدوم از مشتریان میتونن موهاشون رو برای شما بیارن و به نوعی بفروشن به شما؟ مویی که رو سرشونه یا قبلا اکستنشن کردن. و هر دو مدل شاید مراجعه کننده دارید شما؟ بله داریم. مویی که خب اکستنشن کردن قبلا رو که ما نمیتونیم خریداری کنیم چون اصلا از کیفیت و جنسش 100% ما اصلا مطمئن نیستیم، ولی مویی که رو سرشون باشه و موی طبیعی خودشون باشه، اگر سلامت موشون اوکی باشه و مو مشکل بهداشتی نداشته باشه 100% خب ما خریداری میکنیم. بعد از ضد عفونی و حالا مراحلی که داریم رو سر یه مشتری ما نصب میکنیم. مبنای محاسبه و ارزش گذاریتون چطوریه؟ نمیدونم حالا کیلویی، متراژی، گرمیه؟ خب سوالی که فکر کنم برای همه پیش میاد، مو رو اگر از سرچیده باشه و از یه فرد خریداری بشه خب 100% گرمی خریداری میشه، ولی خب اگر از یه کمپانی یا اگر از یه مرکزی که فقط فروش مو داشته باشه 100% ما کیلویی خریداری میکنیم. و سوال پایینی بنده این که شبکه‌های اجتماعی چقدر تونسته کمک حال اطلاع رسانی و تبلیغات شما باشه؟ به نظر من فوق‌العاده تاثیرش زیاد بوده توی کار ما و همین باعث شده که توی استان خوزستان از تمام شهرها من مشتری داشته باشم، لطف میکنن تشریف میارن به مرکز ما و این افتخار به ما میدن که ما بهشون خدمت کنیم. و صحبت پایینی رو به دوربین خوشحال میشیم بشنویم.
خیلی خوشحالم که تو این جمع حضور دارم و خیلی خوشحالتر هستم که لاین ما، صنف ما داره روز به روز بیشتر دیده میشه.